امروز براتون میخوام یه پرونده جنایی رو تعریف کنم که انقدر نفرت انگیز و وحشتناک بوده که الهام بخش فیلم های ترسناک شده. این پرونده در آمریکا اتفاق افتاده و در طی سالها اتفاق می افتاده، یعنی اتفاق لحظه‌ای نبوده. در یکی از روزهای سرد نوامبر 1957 توی آمریکا، پلیس یک کشفی در یک شهر کوچک به نام پلینفیلد در ایالت ویسکانسین، اگه اشتباه تلفظ نکنم، یک کشفی انجام میده که انقدر این کشف چندش نفرت انگیز و وحشتناک بوده که الهام بخش یه سری فیلم ترسناک، علل خصوص نورمن بیتس میشه. فیلم نورمن بیتس در واقع داستان واقعی اد گین هست. ادوارد تئودور گین متولد 27 آگوست 1906 در آمریکا که دومین فرزند از دو پسره و پدر مادرش هم جورج و آگوستا بودن. اد وقتی که 8 سالش بوده، خانواده‌اش به یک مزرعه‌ای در ایالت ویسکانسین نقل مکان میکنن. پدر اد یعنی جورج یک آدم الکلی ناپایدار بوده و برای همین نمیتونسته با پسراش تعامل داشته باشه، تربیتشون کنه. هر موقع میخواست باشون تعامل داشته باشه، در واقع یا کتکشون میزد یا سرشون خیلی داد میزد. واسه همین تربیت پسرا رو سپرده بود به مادرشون، آگوستا. جورج یعنی پدر خانواده، 2 فرزندش یعنی اد و برادر بزرگتر اد، هنری رو انقدر بد کتک میزد و انقدر بد سرشون داد میزد که بچه‌ها گوشاشون سوت میکشید از شدت بلند بودن صدا. در مقابل جورج، همسرش آگوستا یک زن به شدت افراطی مذهبی سختگیر بود. به نظر من تا همین جای داستان یک پدر به شدت الکلی و دست بزندار و یک مادر افراطی مذهبی قطعا ازشون یک بچه نرمال توی جامعه به وجود نمیاد. خودتون تا ته داستانو به نظرم میتونید حدس بزنید. خلاصه آگوستا همیشه به پسراش میگفت که دنیا پر از آدمهای بد و گناهکاره و از نظر آگوستا تمام زنان دنیا بدکاره، ناپاک و سقوط کرده بودن به جز خودش. احساس میکرد که تمام زنان دنیا ذاتاً هرزه و حتی ذات شیطانی دارن. آگوستا به پسراش میگفتش که رابطه جنسی و وسوسه همه جا کمین کرده و باید مراقب باشن و اونها رو از داشتن دوست معمولی یا دوست دختر منع میکرد. هیچ دوستی نباید داشته باشن و حتی پیش بینی کرده بود که خدا بالاخره یه روزی تمام مردم دنیا رو قراره به خاطر گناهانشون مجازات بکنه و مدهای مدرن زنانو مثل آرایش کردن، دامن کوتاه پوشیدن یا تاپ و شلوارک پوشیدن رو نشونه این میدونست که دنیا قراره به پایان برسه. با وجود همه اینها، اد مادرش رو میپرستید و واقعا عاشقش بود و حتی از شدت عشق زیاد به مادرش ازش ترس هم داشت و اینجوری توصیف میشد که اد یه شخص به شدت خجالتی، منزوی و وابسته به مادرش بود توی جامعه. آگوستا به بچه‌هاش یعنی اد و هنری یه سری کارهای عجیب غریب میداد که اونا رو انجام بدن. در واقع میخواست مشغول کنه اونها رو با انجام اون کارها که یه وقت بچه‌هاش نخوان دوست پیدا کنن یا بخوان با دنیای واقعی ارتباط بگیرن و نسبت به تربیت مادرشون دل سرد بشن. حتی اگر اد سعی میکرد که یه دوستی برای خودش پیدا بکنه، مادرش اون رو انقدر تنبیه میکرد که اد از این کار پشیمون بشه. تنبیه فیزیکی اون رو نمیکرد، انقدر سرش داد میزد که تو قراره بری جهنم که یه بچه توی اون سن و سال قطعا میترسید. برای همین اد کاملا منزوی، تنها و بدون هیچ دوستی بزرگ شد و مادرش تمام دنیای اون بود. بعدها روانشناسا گفتن که روش سختگیرانه و افراطی که اد باهاش بزرگ شده بود باعث شده بود که از همون سن بچگی مغزش ناسالم پرورش پیدا بکنه. یه خاطره خیلی عجیب غریبی از بچگی‌های اد هست که تو برخی منابع اومده. طبق روایت این منابع، اد وقتی که بچه بوده به صورت مخفیانه وارد کشتارگاه مزرعهشون میشه و میبینه که مادرش داره یه خوکیو میکشه. دیدن این صحنه برای اد انقدر جذاب بوده که توی اون سن اولین ارگاسمش رو تجربه میکنه. به همین دلیل اد در بزرگسالی در دهه 1930 به صورت عمدن کارگر مزرعه ها بود. اون با برادرش کارهای پراکنده‌ای برای مخارج زندگی انجام میدادن تا اینکه الکلی بودن پدرشون بالاخره کار دستشون میده و در آوریل دهه 1940 پدرشون بر اثر نارسایی قلبی میمیره در سن 66 سالگی. بعد از اون دیگه تمام کارهای خونه، یعنی تمام قوانین خونه میفته دست مادر خونه.
بعد از مرگ پدرشون جورج تسلط اد میفته روی مادرش آگوستا. این در واقع آگوستا روی اد که تسلط داشت اما بیشتر میشه تسلطش و وابستگی اد هم به مادرش بیشتر میشه، در حدی که هنری برادر بزرگه این موضوع رو همیشه ناسالم میدونست و میگفتش که این حجم از وابستگی و علاقه اد به مادر بیش از حد نرماله. در 16 می 1944 زمانی که اد و هنری داشتن پوشش گیاهی مزرعه رو میسوزوندن، آتیش از کنترلشون خارج میشه و اونقدر زیاد میشه که اینا مجبور میشن توی دود از هم فاصله بگیرن. شب که میشه اد برمیگرده خونه اما هنری هنوز برنگشته بوده خونه. به پلیسا اطلاع میدن که برادرش گم شده و وقتی که پلیسا میان، اد خیلی مستقیم پلیسا رو میبره سمت جسد برادرش که به صورت دمر و سوخته افتاده بوده روی زمین. اگرچه یه سری سوختگی‌های جزئی روی بدن هنری بود اما اونقدر زیاد نبود که بخواد علت مرگش سوختگی باشه. به هر حال پزشک قانونی هم علت و مرگ و استنشاق دود در واقع اعلام کرد و نارسایی قلبی، اونقدری که مثلا دود تنفس کرده و باعث مرگش شده و این موضوع رو کاملا یه حادثه دونستن و ازش رد شدن. اما آدمایی که اونجا حضور داشتن بعدها اعلام کردن که یه سری نشونه‌های مشکوک روی سر هنری بود و در واقع این شک رو تقویت کردن که اد خودش برادرش رو کشته بوده. مرگ هنری یه اتفاق خیلی غمناک توی خانواده‌شون بود و البته که علت مرگش همیشه یه حاله‌ای از تردید باقی موند و این موضوع باعث شد که روی آگوستا یعنی مادر خانواده تاثیر عمیقی بذاره و مدت‌ها بعد به خاطر این موضوع سکته مغزی بکنه و فلج بشه. فلج شدنش باعث شد که نیاز به مراقبت‌های اد داشته باشه و خب اینجوری باعث شده بود که اد همیشه کنار مادرش باشه. اد حدوداً 1 سال از مادرش مراقبت کرد و این مراقبت‌هاش باعث شده بود که آگوستا بهبود پیدا بکنه. بعد از اینکه آگوستا یه مقدار حالش بهتر میشه، اد مادرش رو میبره به یه مسافرت که یه اتفاق جالب توی این مسافرت قرار بیفته. آگوستا وقتی که توی خونه بوده، خانوم همسایه بغلی یه سگی رو شروع میکنه به کتک زدن توی حیاط خونه و آگوستا از این موضوع وحشت میکنه و میاد بیرون و شروع به داد و بیداد میکنه. اما اگه فکر میکنین آگوستا به خاطر خشونت علیه حیوانات در واقع ناراحت شده بود و وحشت زده شده بود، سخت اشتباهید. اون به خاطر اینکه یک زن به خونش نزدیک شده بود وحشت زده شده بود و اون زن رو در واقع هرزه صدا میکرد و فریاد میزد که از خونه من فاصله بگیر. اصلا اون سگ که اصلا براش مهم نبود، فقط به خاطر وجود اون زن وحشت زده شده بود. علت این که اون زن رو هرزه صدا میزد این بود که اون خانوم با یک آقایی که همسرش نبوده، یعنی به صورت قانونی ازدواج نکرده بودن، چون با هم زندگی میکردن، این موضوع از نظر آگوستا خب موضوع خیلی بدی بوده. بعد از این اتفاق آگوستا دچار سکته دوم میشه و انقدر اوضاعش بد میشه که در دسامبر 1945 در سن 67 سالگی میمیره. اد بعد از مرگ مادرش تقریبا میشه گفت کاملا دیوونه شد. یک مرد 39 ساله که هیچ وقت استقلال واقعی رو تجربه نکرده بوده و حالا باید به صورت کاملا تنها توی یک مزرعه زندگی میکرد. بعد از مرگ مادرش طی سالها هی کارهای عجیب غریبتر و دیوانه وارتر میکنه. اد بعد از مرگ مادرش شروع میکنه به خوندن کتابهایی مثل مرگ، کالبدشناسی و یه همچین چیزایی و کلا جذب داستانهایی راجع به آدمخواری، آزمایش‌های انسانی، یه همچین چیزایی شده بود. از نظر همسایه ها اد یه آدم عجیب غریب اما بی خطر به نظر می رسید. اون برای همسایه ها یه سری کارهای تعمیراتی انجام میداد و در ازاش پول می گرفت و حتی گاهی اوقات پرستار بچه ها می شد. اما اشتباه فکر می‌کردن. اد اصلاً آدم بی خطری نبود. حتی یکی از نوجوانای محله گفته بود که اد یه بخشی از جزئیات جمجمه آدم‌ها رو به من نشون میداد و میگفتش که نترس، اینا یادگاری از اقواممه که توی جنگ جهانی دوم مثلا داشتن و برام به صورت یادگاری فرستادن. اما دروغ میگفت. اون بخشی از جمجمه‌ها در واقع مربوط به کارهای مرموزی بود که اد انجام میداد و در ادامه قراره بهتون بگم. اد بعد از مرگ مادرش شروع میکنه به نبش قبر. اون میرفت سراغ قبر خانوم هایی که به تازگی دفن شدن، اونها رو از قبر میکشید بیرون و با خودش میبرد تو خونه و در واقع اون جزئیات کوچیک توی جمجمه هم مربوط به همین موضوع بود. اد توی روزنامه ها آگهی های ترحیم رو نگاه میکرد و توشون میگشت دنبال خانوم های میان سالی که همسن مادرش بودن و وقتی که اونا رو دفن میکردن منتظر وای میستاد و بعد از اینکه همه رفتن شب میرفت و نبش قبر میکرد و جسدها رو توی قبر میکشید بیرون.
اد بعدها ادعا کرد که وقتی که داشته این کار رو انجام میداده یه حالت خلسگی داشته و روح از بدنش جدا می شده و همچین کاری انجام می داده و حتی چند بارم پیش اومده که از حالت خلسگی خارج شده و از کاری که داشته انجام می داده ترسیده و فرار کرده و نصف ول کرده. اما حداقل تا اونجایی که ما می دونیم 9 بار این کار رو کامل انجام داده و 9 تا جسد رو از توی تابوتش کشیده بیرون. توی ذهن اد کاری که داشت انجام میداد بی حرمتی به مرده ها نبود. اون در واقع داشت تلاش میکرد که مادرش رو به خودش نزدیک کنه یا حتی خودش تبدیل به مادرش بشه. اون بعدها اعتراف میکنه که میخواسته عمل تغییر جنسیت انجام بده و یک لباسی از پوست واقعی انسانها بسازه و اون رو بپوشه تا بخواد تبدیل به مادرش بشه. اد با استفاده از پوست واقعی انسان که دباغی شده بود از مبل تا لباس گرفته همه چی میساخت. اون بعدها هر گونه رابطه جنسی با اجساد رو منکر شد و گفت من همچین کاری نکردم چون اونا واقعا بوی بدی میدادن. اما هر طور که تونست اجساد رو تیکه تیکه کرد و باهاشون وسایل مختلف ساخت و به تقریبا میشه گفت 1 دهه کامل این کار رو انجام داد. از سال 1947 تا سال 1957 این کار رو انجام داد و خونه و مزرعه‌اش تبدیل شده بودی به یکی از وحشتناکترین خونه ها و مزرعه ها توی آمریکا. استخوان‌های انسان پر بود دور و بر مزرعه‌اش و حتی با گوشت واقعی انسان یه سطل زباله ساخته بود. با تمام استخوان‌های بدن انسان‌ها علل خصوص استخوان جمجمه کاسه ساخته بود، فنجون ساخته بود و از اینا استفاده هم می‌کرد حتی و از اعضای بدن آدم‌ها پوستشون یا هر چی که میتونست برای خودش لباس درست می‌کرد، کمربند درست می‌کرد و حتی یه آباژور توی خونش داشت که از صورت واقعی یک انسان استفاده کرده بود. اینا فقط بخشی از چیزهایی بود که بعدها توی خونه اد پیدا میشه. اما همین کافی نبود. اد بعد از نبش قبر و ساختن یه سری وسیله‌های عجیب غریب رو میبره به انجام قتل. اولین قربانی اد یه خانم 51 ساله به نام مری بود که در شهر یه میخونه داشت. اون خیلی آدم محتاطی بود و میخونش برای همه نبود. فقط آدمایی رو که میشناخت و مشتریای ثابتش بودن و اجازه میداد که بیان توی میخونه و یه شاتگان هم همیشه پشت پیشخانش داشت که بخواد از خودش مراقبت کنه. اما در می 1954 روزی بود که مری ناپدید شد. بعد از ظهر همون روز یکی از همسایه‌ها وارد میخونه میشه اما مری وجود نداشته. صندوق پولش در واقع خالی بوده، چندین تا لکه خونم روی زمین و روی میز بوده و خب اینا نشون دهنده این بوده که شاید مری کشته شده و حتی پوکه گلوله کالیبر 32 هم پیدا میکنن اما هیچ جسدی اون اطراف نبوده. ناپدید شدن مری تا سالها حاله‌ای از ابهام باقی میمونه. اد همیشه به همسایه‌ها میگفته که مری گم نشده، توی مزرعه است. اما هیچ کس حرفش رو جدی نمیگرفت و فکر میکردن داره یه شوخی زشت میکنه. اما اون راست میگفته. دومین قربانی اد یک خانوم 58 ساله به نام برنیس بوده. برنیس یک زن محترم و محبوب توی جامعه بوده که یه فروشگاه ابزار فروشی هم توی اون محله داشته. برای برنیس اد یه آدم غریبه نبود. یک آدمی بود که همیشه میومد از فروشگاهش خرید میکرد. برنیس 2 تا فرزند داشت، یک دختر و یک پسر. پسرش معاون کلانتر هم بود از جمله. و یک روزی در نوامبر 1957 ساعت 5 بعد از ظهر وارد مغازه میشه که به مادرش سر بزنه. اما با یه صحنه خیلی نگران کننده مواجه میشه. صندوق پول خالی شده بود و چندین قطره خونم روی زمین ریخته بود و از همه مهمتر مادرش ناپدید شده بود. اینجا سریعا یه اسم به ذهنش میرسه، اونم اد بوده. به خاطر اینکه اد شب قبل بهش گفته بود که من فردا میخوام برم از مغازه مادرت یخشکن بخرم و اتفاقا رسید فروش یخشکن به اد هم اونجا بود با امضا و دستخط مادرش. این پسر علت شکی که به اد داشت رو به همکاراش توضیح داد و از اونا خواست که برن اد رو دستگیر بکنن و اونا هم خیلی سریع همون شب اد رو توی مغازه مواد غذایی فروشی دستگیرش کردن. اد بدون هیچ مقاومتی خودش رو تسلیم میکنه و بازداشت میشه. مامورا هم سریع میرن سراغ مزرعه تا بخوام ببینن میتونن برنیس رو پیدا بکنن یا نه. اما با صحنه‌ای مواجه میشن که اونا رو تا آخر عمر دچار شوک میکنه. در داخل انبار چوب جسد برنیس رو پیدا کردن که به صورت برعکس آویزون شده بود، سرش از بدنش جدا شده بود و پوست بدنش کنده شده بود، کاملا مثل یه شکار گوزن. تمام اجزای بدنش هم در اومده بود، کاملا تیکه تیکش کرده بود. اما این موضوع که توی انبار چوب دیدن فقط آغاز ماجرا بود.
با جستجوی خونه اد، پلیسا به تمام چیزهایی که اد توی این سالها ساخته بود پی بردن و کشف کردن. اونها سر بریده شده برنیس رو توی کیسه کنفی پیدا کردن و قلبش رو توی کیسه پلاستیکی نزدیک اجاق گاز پیدا کردن و همچنین یه سری بقایا و ماسک صورت مری رو پیدا کردن و متوجه شدن که سرنوشت مری گم شده چی بوده در واقع. و همچنین جسد این دوتا زن رو به صورت تیکه تیکه شده و حتی جسد کلی جنازه دیگه‌ای که از قبر بیرون کشیده شده بود رو هم پیدا کردن. اد از پوست واقعی انسان‌ها یک مبل ساخته بود، چند تا صندلی ساخته بود و با پوست صورت خانم‌ها چند تا ماسک ساخته بود و همچنین با نیمتنه بالایی بدن خانم یک لباسی ساخته بود که قابل پوشیدن بود، یعنی نیمتنه ساخته بود و همچنین با چند تا پوست بدن دستکش ساخته بود و خیلی چیزهای وحشتناک دیگه که چیزایی که پلیس میدید اصلا براش قابل درک نبود. اد موقعی که دستگیر میشه خیلی راحت و بدون هیچ دردسری، البته با یه لحن خیلی آروم و خونسرد همه چی رو اعتراف میکنه. به هر دو قتلش هم اعتراف میکنه. البته که میگه من قصد کشتن برنیس رو نداشتم، فقط داشتم تفنگم رو چک میکردم و بررسی میکردم که یهو به صورت اتفاقی شلیک میشه و میخوره به برنیس و برنیس کشته میشه و منم از این موضوع استقبال میکنم و با خودم میبرمش. اد حتی به پلیسا میگه که بعضی وقتا از اون حالتی که داشتم خارج میشدم و با خودم میگفتم که من دارم چیکار میکنم، اما بازم به کارم ادامه میدادم. اد کاملا توضیح میده که چجوری آگهی‌های ترحیمو میخونده و چه زنایی رو انتخاب میکرده و عموما هم خانم‌هایی رو انتخاب میکرده که اونو یاد مادرش مینداختن و کاملا توضیح میده که انگیزه این کارش هم این بوده که میخواسته مادرش رو دوباره بسازه، یعنی بازسازی بکنه با نبش قبر و حتی با قتل آدما. در واقع کاملا مشخص بوده که اد میخواسته یک مادر دیگه برای خودش بسازه، یعنی در واقع میخواسته از پوست واقعی انسانها یک لباسی بسازه که اون رو بپوشه و تبدیل به یک زن بشه. روانشناسا بعدها میگن که اد دچار روانپریشی بوده و حتی اسکیزوفرنی داشته، چون یه سری صداهای عجیب غریب میشنیده و حتی خود اد هم یه بار میگه که من همیشه یه صدایی میشنیدم که بهم میگفتش که برو یه مادر برای خودت انتخاب کن و خلایش رو برای خودت تو زندگیت پر کن. بعد از دستگیری اد یه نکته جالبی که وجود داره اینه که یه خانم 50 ساله به نام ادلین میاد و میگه که من و اد 20 سال با هم توی رابطه بودیم و حتی اد از من خواستگاری هم کرده. ما همیشه میرفتیم سینما، فیلم میدیدیم، راجع به علاقه‌مندیامون با هم صحبت میکردیم، میلک شیک میخوردیم و از علاقه‌مندی هامون به پرونده‌های جنایی میگفتیم و واسه همدیگه تعریف میکردیم. اد همیشه از علاقه هاش به پرونده‌های جنایی میگفت، اما هیچ وقت راجع به کارهایی که خودش کرده صحبتی نکرده بود. و هم خودش و هم مادرش همیشه میگفتن که اد اتفاقا خیلی آدم خوبی به نظر میومد و ما هیچ وقت بدی ازش ندیدیم. بعدها ثابت کردن که اد جنون داشته، واسه همینم اد هیچ وقت زندان نرفت و حتی محاکمه آنچنانی هم نشد. چندین بار دادگاه اومد، اما به خاطر اینکه جنون داشت خب هیچ وقت صلاحیت وجود توی دادگاه رو نداشت. یه شک و شبهه راجع به این موضوع وجود داشت، واسه همین هیچ وقت زندان نرفت، اما خب تا آخر عمرش توی بیمارستان روانی امن نگهداری شد. در مارس 1958 خونه بچگیای اد توی آتش سوزی میسوزه، هرچند که این آتش سوزی همیشه مرموز باقی میمونه و هیچ وقت هم به صورت رسمی اعلام نمیشه که علت آتش سوزی چی بوده و خب همیشه این شک وجود داره که علت آتش سوزی عمدی باشه. اما بعد از اینکه میان به اد میگن که خونه بچگیات، مزرعه بچگیات توی آتش سوخته، یه شونه میندازه بالا و میگه چه بهتر. و در نهایت اد در سال 1984 در سن 77 سالگی به علت سرطان ریه میمیره، کاملا طبیعی، و در کنار مادر و برادرش دفن میشه و به خاک سپرده میشه. خیلی معتقدن که این نباید سرنوشتی می بود که اد داشته باشه، اون باید زجر میکشید، مجازات میشد، نه اینکه بخواد خیلی طبیعی توی بیمارستان زندگی کنه و آخرام بمیره. چیزی که جالبه اینه که بعد از اینکه اد دفن میشه یه سری آدما برای اینکه بخوان یه سری یادگاری داشته باشن میان از سنگ قبرش تیکه میکنن و انقدر این کارو انجام میدن تا اینکه در سال 2000 هیچ سنگ قبری برای اد نمیمونه و کاملا بدون هیچ نشونی در خاک میمونه. ممنونم که تا انتهای این پرونده هم همراه هم بودید. خوشحال میشم که نظرتون رو برام حتما کامنت بکنید راجع به این پرونده و اگه پیشنهادی دارید راجع به پرونده های دیگه حتما برام بنویسید و اگه روایتمو دوست داشتید لایک یادتون نره و اگه کلا به پرونده های جنایی علاقه دارید سابسکرایب بکنید. تا پرونده بعدی، خدافظ.